خوبی ترکمنستان به طور معتمد مغلوب کرده شد و سپاس میگویم برای حکیم فوزیلوف که امیدها رو زنده میکنه در دل مخلصان و آنهایی که تمام نیروی خود رو با کار میبرن و میتوانند که همین گونه ما رو خرسند و خوشنود نمایند و این پیروزی بعد دو مساوی بر دسته‌های قوی سوریه و فلسطین گل ها رو تکرارا ببینید و علاوه ببرید و امکان داریم باز هم اونها رو شرح بدیم و از اونها بینازیم. این گل اولی دسته منتخب تاجیکستان بود که از جانب منوچهر جلیلوف زده شد و منوچهر جلیلوف خیلی هم خوب رقابت کرد و توانست که حساب را در بازی امروز مخصوصا در قسم اول باز کند و بعدا منوچهر جلیلوف با کمک اسکندر جلیلوف خیلی هم خوب رقابت کرد و با همون اصولی که قبلا گل اول را زده بود توپ را وردی دروازه‌بانی دسته منتخب ترکمنستان محمد اورس محمدوف کرد و حساب را 2-0 نمود. با حساب 2-0 البته دسته ها با تنفس برآمدند و بعدا در قسم دوم رقابت فوتبالبازان با باز موفق شدند و گل سوم را باز هم منوچهر جلیلوف میزند و این را در قسم دوم و این را با شیوه دیگر همین پرتافتی که در قسم اول انیقترش اجرا شد و این تکرار اون بود امکان داشت منوچهر حساب را باز کند و همین چیز نمیرسید دو وریانت درست داشت و او فقط دروازه‌بان را به نشان گرفته بود. حالا باشد او و قول اصلاح کرد و دروازه‌بان رو فریب داد توپ رو وارد دروازه حریفان نمود. دوستان عزیز در همینجا ما با شما خیر خوش میکنیم. شارحان بابا خالمرادزاده و مهراب اسرائیلیان این حال همکاران ما آمادگی میگیرند برای صحبت انجام دادن با بازیگران از جمله با کاپیتان دسته منتخب فوتبال تاجیکستان. دوستان فوتبال باشد و پیوسته تیم منتخب فوتبال تاجیکستان را دستگیری کنید.